سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بیوگرافی کامل کریم بنزما رو با هم ببینیم. کریم بنزما زاده 19 دسامبر 1987 در لیون فرانسه با قد 185 سانتی متر که در پست مهاجم برای تیم الاتحاد عربستان بازی میکنه. او در رده جوانان از سال 1996 تا 2005 برای تیم لیون بازی کرد. سپس او در سال 2005 به تیم اصلی لیون رفت و با انجام 148 بازی و 66 گل به کار خود در این تیم پایان داد. او در نهایت در سال 2009 از این تیم جدا شد و به رئال مادرید پیوست و با انجام 648 بازی و 354 گل از این تیم نیز جدا شد. در سال 2023 از رئال مادرید جدا شد و به الاتحاد عربستان پیوست و تا الان با انجام 18 بازی و زدن 10 گل به کار خود در این تیم ادامه می‌دهد. او در رده ملی در سال 2004 برای تیم ملی زیر 17 سال فرانسه 4 بازی انجام داد و 1 گل زد. در سال 2005 به تیم زیر 18 سال فرانسه راه یافت و با انجام 17 بازی و 14 گل به کار خود در آن تیم پایان داد. در سال 2006 به تیم زیر 19 سال فرانسه رفت و 9 بازی انجام داد و 5 گل زد. در آخر او در سال 2007 به تیم ملی فرانسه رفت و 97 بازی انجام داد و 37 گل زد. بنزما در سال 2022 توانست توپ طلا را کسب کند. بنزما که در لیون و از پدر و مادری الجزایری به دنیا آمد، کار خود را در سال 2005 با باشگاه فوتبال المپیک لیون آغاز کرد و به طور پراکنده در 3 قهرمانی لیگ 1 سهیم شد. در سال 2008 او به عنوان بهترین بازیکن لیگ انتخاب شد و در تیم منتخب سال قرار گرفت و برترین گلزن لیگ شد. در سال 2009 بنزما سوژه نقل و انتقالات فوتبال فرانسه در آن زمان بود و با قراردادی به ارزش 35 میلیون یورو به رئال مادرید پیوست. او پس از تلاش برای تثبیت خود در اولین فصل خود در نهایت به نرخ گلزنی ثابتی در باشگاه دست یافت. او توانست با رئال مادرید 4 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را از سال 2014 تا 2018 به دست بیاورد. پس از جدایی رونالدو در سال 2018 بنزما از موقعیت 9 کاذب به یک مهاجم منفرد تبدیل شد. او به مدت 4 سال متوالی از سال 2018 تا 2022 در تیم منتخب لالیگا قرار گرفت، 2 بار بهترین بازیکن لالیگا و برای اولین بار در سال 2022 جایزه پیچیچی را از آن خود کرد. بنزما سال 2022 را با کسب 5مین عنوان خود به عنوان بهترین گلزن لیگ قهرمانان اروپا تمام کرد. بنزما فوتبال خود را از باشگاه فوتبال المپیک لیون آغاز کرد و در سال 2004 میلادی وارد ترکیب تیم بزرگسالان این باشگاه شد و پس از 5 سال بازی برای این تیم در فصل 2009 به باشگاه رئال مادرید پیوست. مبلغ انتقال قرارداد او از لیون به رئال 35 میلیون یورو اعلام شد که با توجه به نحوه بازی او و عملکرد مثبتش این قرارداد به تا سقف 41 میلیون یورو نیز افزایش می‌یافت. قرارداد او در سالی وارد باشگاه رئال مادرید شد که ستارگانی همچون کریستیانو رونالدو و کاکا نیز در آن سال با این باشگاه مادریدی قرارداد بستند. او بهترین گلزن فرانسوی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا با 86 گل است و همچنین با ثبت پاس گل در بازی برابر اوساسونا با 133 پاس گل و پشت سر گذاشتن کریستیانو رونالدو بهترین پاسور تاریخ رئال مادرید شد. نخستین بازی بنزما برای رئال مادرید یک بازی دوستانه در برابر تیم شامبورگ روورز جمهوری ایرلند و شهر دوبلین بود که در نیمه دوم وارد بازی شد و تک گل این بازی را نیز در دقیقه 87 زد. کریم بنزما در 10 دسامبر 2011 میلادی سریعترین گل تاریخ بازی ال کلاسیکو را در ثانیه 21 زد. بنزما با بیش از 34 گل بعد از کریستیانو رونالدو برترین گلزن تاریخ باشگاه فوتبال رئال مادرید است. این بود از بیوگرافی کامل کریم بنزما. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. سابسکرایب یادتون نره.